اگر تا حالا لحظه احساس کردی که خداوند را تنها گذاشته، پس خوب گوش کن. بعد از اولین نزول وحی برای مدتی وحی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم قطع شد و این دوران سختی بود و پیامبر را به شدت غمگین ساخت و مشرکین مکه به او طعنه می‌زدند که پروردگارت تو را رها کرده، تو را تنها گذاشته، تا اینکه خداوند برای آرامش و تسکین قلب پیامبرش سوره دوحا را نازل کرد. و الضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک و ما قلی. پروردگارت تو را رها نکرده و از تو خشمگین نیست. وللآخرة خیر لک من الاولی. و آخرت برای تو از زندگی دنیا بهتر است. و بعداً به او میگوید که پروردگار تو آنقدر به تو خواهد داد که از او راضی باشی. و برای پیامبر یادآوری میکند که آیا یتیم نبودی و پناهت داد، و زمانی که هدایت نیافته بودی هدایتت کرد، و زمانی فقیر بودی و بی‌نیازت کرد. و در ادامه پیامبر را به نیکی با یتیمان و نیازمندان توصیه می کند. و اما این سوره تنها برای پیامبر نبود، برای من و تو هم هست، برای آرامش قلب تو، برای یادآوری نعمت‌هایی که خداوند برای ما داده.